تتو برای من چند تا چیز داره. یکی که علاقه دارم بهش و یکی که منبع درآمد است برام. خیلی رو میفهمم که در افغانستان مردم تتو رو میگن حرامه، که خود منو توهین میکنن، بعد اینکه دیگه میخوان مثلا منو تحقیر کنن. خب به خاطر از اینکه مردم موافق نیستن من دارم این کار انجام میدم. بگو خاطر که افغانستان باید پیشرفت بکنه، یک کسی از یک جایی شروع بکنه. آهو شهیدی هستم، در کابل زندگی میکنم، 27 سالمه و کار تتو رو میکنم. به خاطر از اینکه در افغانستان تتو آرتیست خانوم نیست، گفتن یکی که مثلا در افغانستان تتو آرتیست خانوم نیستش و مثلا من تقریبا مدت 8 سال است که در اینجا زندگی میکنم در کابل. خیلی مشکله. حجابم طوری هستش که هیچ کس در افغانستان خوش نداره. او رقمی که دیگه دخترها میرن بیرون من نمیرم. مثلا من سر لوچ میرم، مثلا شاید تیپم برای از اونا متفاوت باشه. حتی همین پرسینگی که من دارم در افغانستان، بشنوین شما، مدت 8 سال است که من در کابل زندگی میکنم. مثلا سالهای اول با حرفای مردم من واقعا متاثر میشدم، ولی بعدا به این نتیجه رسیدم که من به خاطر حرف مردم زندگی نمیکنم. طوری که خودم میخوام باشم، با آل هیچ حرف مردم به من نه گپ خوبش و نه گپ بدش سرم تاثیر نداره. دیگه علاقه داشتم به تتو. اتفاقا پدرم و برادرم منو حمایت کردن، همچنان مادرم که گفت برو ما مثلا مخارج تو رو میتیم، از مخارج صنف باشه هر چی باشه میتیم تو برو تتو رو آموزش ببین. رفته بودم ترکیه برای آموزش، بعد یک دوره آموزش هم در ایران دیدم. در افغانستان تتو حرام نیست، چون در جایی نگفته تتو حرام است، ولی خب مردمشان در این باور است که تتو حرام است و مخصوصا که یک دختر به یک مرد تتو بزنه. روزی که مثلا یک آدم، یک مسلمان در افغانستان، یک آدم افغانستانی یک روزی که مثلا فوت کنه بمونه، میگه که غسلش نمیشه و این تتو نمیفهم، باید هزار تا حرف دیگه. ولی در اصل تتو در افغانستان از قبل زنای قدیم ما اینجا رو تتو میکردن، پیشانی خود رو تتو میکردن، ما میزدن در زناق و پیشانی خود. فرقش با او وقت چی است که او وقت با سوزن بود و رنگای مثلا که خودشان از خود جور میکردن، ولی آلی تمام مثلا سیستمش جور شده، همین سوزنایش و رنگایش همه چیزش پیشرفته شده. مردای افغانی در افغانستان تتوهایی که خوش میکنن مثلا زیاد گرگ است و نمیفهمم، مثلا شیر، انیملز. دخترایش هم گل، شاپرک، پروانه. ولی خیلی ها بوده که مثلا وقت گرفتن میخواستم مثلا نام مادر خدا بزنم یا یکی از اعضای فامیلش. چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی به خاطر زیبایی، یا او مثلا یک عقیده چیزی داره، یک مثلا او را یک چیزی میخواد آینده شه و او رو میزنه مثلا تا او رو ببینه. این بر من خیلی خوشاینده است. آخر تتو وقتی کار خودم میبینم بیشتر لذت میبرم. در اینستاگرام فالوورای زیاد دارم. بعد کلگی از اینستاگرام به من مسیج میکنن و مردم کامنت میدن و مسیج میدن که مثلا مسیجای تهدیدآمیز از تتو بد میبرن دیگه. خب من نمیفهمم چیز که کسایی که مسیج میکنن یا کسایی که تهدید میکنن اونا طالبا هستن یا نیستن، من نمیفهمم. ولی هر دفعه هر کسی چیزی گفتم مانع شده، چه از حجابم بوده چه از کارم بوده، مثلا عقب نشینی نکردم. موافق نیستن مردم، نه؟ خب به خاطر از اینکه مردم موافق نیستن من دارم این کار انجام میدم.
جرأت یک کار نداره که مثلا شروع بکنه. مثلا من از وقتی که خودم کار تتو کار ناخن شروع کردم خیلی از دخترها رو دیدم آمده پیش من که مثلا از کار خود از رابطه‌ای که با مردم داره قصه میکنن که مثلا خیلی دخترها هست. مثلا چرا خواهم براتون بگم من خودم از همون اول این هدفم داشتم که مثلا الگو باشم برای خانمایی که در افغانستان هستن که چرا خواهم براتون بگم الگو هستم برای خانمایی که در افغانستان فکر میکنن که نمیتونن مثلا به راحتی یک منبع درآمد داشته باشه و یک تغییرات در افغانستان بیاره. به خاطر که افغانستان باید پیشرفت بکنه، یک کسی از یک جای شروع بکنه و من شروع کردم همین کار تتو رو. بگو